بعد حذف یه سری از شرکت کننده ها از برنامه زن روز هنوزم حاشیه هاشون باقی مونده، مثل حذف طلوع که اون موقع طلوع توی برنامه چیزی نگفتش، یعنی دفاعی از خودش نکرد، اما بعد از اینکه از برنامه زن روز حذف شدش تازه یه لایو گذاشت و توی اون لایوش شروع کرد به یه سری صحبت ها که واقعا مشخص شد که حذف طلوع از قبل برنامه‌ریزی شده و گفته بودن که حتی پدرام هم بعدا باعث حذف فرو میشه و فرو هم باعث حذف طلوع شده، یعنی خود طلوع گفته که فرو با پول دادن باعث شده که من زودتر حذف بشم، با اینکه اگه من حذف نمی‌شدم اون بعد من حذف می‌شد و برای اینکه خودشو نجات بده و بتونه توی برنامه بمونه کاری کرد که من با پول حذف بشم، یعنی به عوامل برنامه یا پول داده یا یه کاری انجام داده. و حتی خودش فرو هم توی لایوش گفته بود که من با شیطون بازی ها باعث حذف طلوع شدم، یعنی کاملا این موضوع رو انکار نکرده و حتی اعتراف کرده که اگه این کار رو نمی‌کرد طلوع میتونست توی برنامه فعلا بمونه. پس نشون میده که این برنامه اصلا عدالتی توش وجود نداره و حتی میگن که پدرام هم قراره بعدا باعث حذف فرو بشه و توی قسمت‌های بعد قطعا خواهیم دید که فرو هم بعداً حذف میشه و دیگه نمیتونه با تلاش کردن توی این برنامه بمونه، هرچند که حقشه که زودتر از اینا از این برنامه خارج بشه و حق بقیه بچه‌ها پایمال نشه. از طرفی هم حذف شدن متینا هم جریان داشته و گویا اونم با پدرام یه مشکلی داشته و حتی وقتی که رأی حذف شدن رو بهش میدن متینا میخواسته همون موقع توی برنامه اعتراف کنه، اما عوامل برنامه این اجازه رو بهش ندادن که صحبت کنه و بهش گفتن سری برو بالا وایسا، حتی بهش فرصت اینو ندادن که از بچه‌ها خدافزی کنه و حتی مدل رفتنش هم با بقیه شرکت کننده ها حسابی فرق میکرد. میگفت من حتی برای خدافزی توی اتاق میکاپ رفتم و مثل بقیه روی صحنه باشون خدافزی نکردم و اینم دستور عوامل برنامه بودش و منم نتونستم کاری بکنم.